خب سوال دیگر، داملای محترم میگفتید که آیا در داخل مسجد دست به دست سلام کردن روا است یا نه؟ که ندارد. بعضی انسان ها افراط و تفرید میکنند. در مسجد زیاده روی سخن های دنیوی گفتن ممکن نیست میگن. مسجد فقط برای نماز نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله حتی بیمارها رو در داخل مسجد جای کردند که عیادت میکردند. مهمان ها رو در مسجد پیشواز میگرفتند. اتاق پیامبر صلی الله علیه و آله مسجد بود. ابو هریره ابن عمر کمبغل های صحابه ها در مسجد خواب میکردند، در مسجد افطار میدادند، در مسجد طعام میدادند، در مسجد نکاح میکردند. مسجد هم سودخانه بود، محکمه بود. در مسجد قائد جنگ برای مردم اسلوب جنگ و نقشه های جنگ را میکشیدند. این مسجد فقط برای نماز خواندن نیست، برای عبادت نیست، فقط مدرسه بود، دانشگاه بود، مکتب بود، سیاست بود، همه چیز در داخل مسجد بود. بنابراین سخنهای دنیوی هم در داخل مسجد گفتن در حالت ضرورت هیچ باکی ندارد. یعنی که اصلا مسجد برای سخن دنیا بنیاد نشده است. لیکن یک آدم مثلا پرسید یک چیز را، گفت که برای من خانه اجاره لازم است، شما میتونید با من کمک کنید از کجا یابم؟ گفته پرسید مثلا. هیچ گپی ندارد برادرای عزیز. خیلی خوب، امیدوارم که فهمیدند. اما درباره تجارت در مسجد یگان چیز بله، درباره تجارت نهی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد تجارت نکنید گفتن. یعنی روزهای جمعه میبرند و بیرون از مسجد یگان چیز میفروشند. بیرون از مسجد باشد در کوچه مسجد هیچ گپی ندارد. اما در داخل مسجد در داخل مسجد حرام است. خیلی خوب، من امید میکنم که فهمیدم.